به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بسیار خوش اومدید به یکی دیگر از قسمت‌های دوره نابغه سئو پلاس. دوستانی که دانشجوی این دوره در داخل سایت ما هستند می‌دونن که ما الان وارد فصل تخصصی اسکریمینگ فراگ شدیم، یک نرم افزار خیلی قدرتمند که کلا برای یک فصل جدا کردیم و دوستانی که این ویدیو رو یا یک بخشی از ویدیوهای این فصل در داخل یوتیوب به صورت رایگان می‌بینن در جریان باشن که این ویدیو یک بخشی از فصل آموزش کار با این نرم افزار. ببینید آموزش خود نرم افزار نه، آموزش کار با این نرم افزاره و میتونید برای تهیه دوره کاملمون در داخل دوره نابغه سئو پلاس شرکت بکنید. یکی از کاملترین دوره‌های وب هستش. فصل‌های بسیار زیاد مثل گوگل کنسول تخصصی، آنالیتیکس تخصصی، اسکریمینگ فراگ، آف پیج تخصصی، ریپورتاج تخصصی، پروژه گرفتن تخصصی، پرسش و پاسخ، سئو تکنیکال، تولید محتوای تخصصی یا همون دوره شاهکار تولید محتوا و دوره بهبود سرعت سایت که همون دوره آورکلاک. 10 تا فصل در داخل این دوره هست. یکی از کاملترین دوره و تاپ ترین دوره های سئو در وب که میتونید داخل شرکت بکنید. دوستانی که دوره رایگان ما رو دیدن، دوره نابغه سئو رو میدونن که نحوه تدریسمون و بیانمون چجوری هستش و در واقع یه سری مطالب که شاید هیچ جای وب پیدا نکنید رو ما خدمتتون توی دوره هامون ارائه میکنیم. در داخل این دوره و این فصل هم میخوایم به شکل گفتم تخصصی و خیلی ریز این نرم افزار رو بررسی بکنیم. دوستان شما اگر نحوه کار با این نرم افزار رو به شکل درست بلد باشید، این نرم افزار تمام مشکلات تکنیکال و آن پیجشون رو بهتون میگه و اگر شما اینها رو رفع بکنید که رفعشون خیلی ساده است، تأثیر بسیار شگرفی در داخل سایت و رتبه هاتون مشاهده خواهید کرد. تنها نرم افزاری توی دنیاست که میاد به این شکل به صورت بسیار ریز از هر URL و آدرس سایت شما دیتاهای فوق‌العاده زیادی بهتون میده در رابطه با تگ‌های هدینگ، تگ‌های برای مثل خانواده های کلن اچ، بخش تایتل، بخش کانتنت، تشابه برای مثال تایتل و کانتنت صفحه یا تایتل و عنوان صفحه، صفحاتی که محتواشون خیلی با هم مشابه، صفحاتی که محتواشون با هم کاملا متفاوته، صفحاتی که عنوان ندارن، صفحاتی که دسکریپشن ندارن، صفحاتی که ایندکسیبلن یا ایندکسیبل نیستن، صفحاتی که 404 صفحاتی که 404 و لینک گرفتن، صفحاتی که ریدایرکتن و لینک گرفتن یا همون ریدایرکت چین، صفحاتی که ریدایرکت لوپ در داخلشونه. هر چیزی که شما توی بخش تکنیکال به ذهنتون برسه این نرم افزار بهتون خواهد گفت. دوستان من، نرم افزار در داخل این وبسایت در دسترس هر سئو کاری باید این نرم افزار رو بلد باشه. نرم افزار بسیار ساده است اما نحوه استفاده از اون بر رفع اشکالاتی که شما رو متمایز میکنه از سایت‌های دیگه. در داخل این وبسایت screamingfrog.uk و قسمت سئو اسپایدر. حالا شما ببینید توی گوگل بیاید اسکریمینگ فراگ رو گوگل بکنید، وارد همین آدرس میشید و میتونید که نرم افزار رو از بخش دانلود دوستان دریافت بکنید. چرا من نمیرم از سایت‌هایی مثلا صاف 98 رو دانلود بکنم؟ به این دلیله که من میخوام نرم افزار رو از خود سورسش بردارم و به درستی روی نرم افزار ما کار بکنیم. تنها مشکلی که این نرم افزار برای ما میتونه ایجاد بکنه این هستش که این نرم افزار، ببینید خودش هم گفته، در حالت رایگان برای 500 تا URL و آدرس از سایت شما کار میکنه. شما اگر بخواید تمام دیتاهای سایت شما بررسی بشه باید بیاید و این نرم افزار رو در واقع لایسنسش رو بهش معرفی بکنی که نرم افزار براتون کار بکنه. اما حالا قسمت پرایسینگ داره که شما میتونید بیاید و از اون استفاده بکنید، پرداخت بکنید که ایران عملا حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم، پرداختاش به صورت درگاه‌های غیر ریالی هستش. خب پس دوستان کاری که ما باید بکنیم این هستش که بیایم و این نرم افزار رو کرک بکنیم، چون دیگه چاره‌ای غیر از این نداریم. حالا اگر برخلاف اخلاقیات هم باشه دیگه امکاناتش رو نداریم و باید نرم افزار کرک بشه. خودش هم تو سایتش گفته و واقعا هم همینطوره.
خب حالا ما این نرم افزار رو دانلودش میکنیم، خودکار سیستم عامل شما رو تشخیص میده. برای من چون ویندوز هستش و نسخه ویندوز رو برام آورده، ببینید من دانلودش کردم. اینجا حدود 772 مگابایت حجم نرم افزار، یه خورده زیر نزدیک تقریبا 1 گیگه. اینو دانلودش کردم، نصبش کردم. نصبش خیلی ساده است، اصلا نیاز به دانش خاصی نداره. نصب که میکنید اون اوایل یه خورده یه پروگرس باری پر میشه و بعد نرم افزار به این شکل برای شما باز میشه. من روی این سیستم اولین بار نصبش کردم. خب ببینید برای بخش لایسنس داره، بای لایسنس، اینتر لایسنس. من اومدم در داخل گوگل، داخل همین سایت softgozar.com پیداش کردم، زدم که کرک میل اسکریمینگ فراگ و اومدم داخل سایت سافتگذار. توی همین صفحه اولم بود. کجا بود؟ اینجا بود. اومدم داخلش. این پایین که تشریف میاری ببینید یه لینک اینجا قرار داده که شما میتونید از طریق این لینک فایل مستقیما دانلود بکنید. ببینید من دانلودش هم کردم، kgen.rar. کافیه بیاید این kgen.rar رو از این قسمت باز بکنید. اینم باز میکنم، kgen رو هم میام اینجا باز میکنم. ببینید میام داخل نرم افزار، بالا ببینید یه سری تب داره، فایل، ویو، مود، کانفیگریشن که باش خیلی قرار کار بکنیم و تبای پایین که مربوط به گزارشات، اینا مربوط به گزارشات. این تب بالای نرم افزار لایسنس و اینتر لایسنس رو وارد میکنم. خب یه یوزر نیم داره با این لایسنس کی، اینو من از این قسمت برمیدارم اینجا وارد میکنم و میام این قسمت این پسورد رو واردش میکنم. خب گفته که لایسنس اینولیده. یه بار دیگه من اینو بررسی کنم. خب تیم NGEN و پسورد هم که از اون قسمت رو برداشت میده. پسورد دیگه اینجا نداره برام. از این نشد، نتونستیم با این در واقع لایسنس رو کرکش بکنیم. حالا کاری که باید بکنیم اینه که بریم یه دونه کرک دیگه برداریم، یا حالا اگر میخواید خیلی در واقع کرکش هم همراهش باشه میتونید بیاید از داخل سایت های دیگه مثلا سافت 98 اینا بیاید و بردارید کرکش رو که نرم افزار هم داخلش هست. اما من آدمی نیستم که این شکلی باخت بدم و میخوام یه سری از سایت های دیگر رو هم ببینم که بتونم کرکش رو پیدا کنم. کرک به تنهایی. خب ببینید کرک به تنهایی اینجا هستش. اینو من از این قسمت برمیدارم، سعی میکنیم برامون دانلود بکنه. اسکریمینگ فراگ اسپایدر کیجنشه. از داخل میهن دانلود از سایت خیلی قدیمی وب فارسی هستش. خب اینو من بازش میکنم این شکلی، میام داخلش کیجنی هست، فایلش پسورد داره، پسوردش رو از این قسمت برمیدارم و میام داخل اینجا کیجن رو باز میکنیم با پسوردش. خب اینا هم فکر کنم همونه ها. میام اینجا لایسنس، انتر لایسنس، اینا وارد میکنم، میام برمیدارم و وارد میکنم. خب نه این کرکم به درد نخورد. خب دوستان یه مقدار دیگه باید اینجا بگردیم دیگه، یه کرکی پیدا بکنیم که اینو برامون اوکی بکنه. ببینم حالا ما میتونیم بدون کرکم کارمون رو راه بندازیم، ولی میخوام ببینم که آیا کرک خودش رو میتونم پیدا کنم که خیالمون راحت بشه یا نه. خب بیام پایین، اینو باز میکنم، اسکریمینگ فراگ اسپایدر. خب بیایم پایین تر ببینم اگه کرک خودش رو داشته باشیم. گفته که اینجا حالا نصبش کنید کیجن رجیستر کنید همینه. خب کیجنش همین داخلشه. اینو باید کل فایلش رو برداریم دیگه، کل فایلش رو برداریم، ولی باز همون کیجن رو بهمون میده. ما بعدا بیخیال این بشید چون که آموزش برامون خیلی مهم‌تره. ما حالا بعدا یک کرک پیدا میکنم بهتون میگم از کجا برداشتیم، شما از همونجا برداشتید. همین 500 تا فعلا برای ما کافیه چون بحث آموزش رو خیلی خوب پوشش میده. حالا بعدن که مسلما میخوایم بر اشکالات بقیه صفحات رو هم ببینیم، قطعا نرم افزار رو باید کرکش بکنیم که بتونیم گزارشات خیلی کاملی بگیریم، یعنی هر صفحه‌ای که اون مشکلات رو داره رو در واقع بریم و پیدا بکنیم. خب دوستان اولین کاری که شما باید
اول نکته‌ای که باید در رابطه با نرم افزار بدونید اینه که این نرم افزار میاد و از IP سیستم خود شما استفاده میکنه. این از طریق IP سیستم شما میره سایت رو میبینه. اگر شما با سیستم خودتون با IP خودتون نمیتونید سایتی رو ببینید و مثلا اون سایت نیاز به فیلتر شکن داره، این نرم افزار هم نمیتونه بره اون رو ببینه و شما باید فیلتر شکن سیستم رو فعال بکنید، نه فیلتر شکن مرورگر، فیلتر شکن سیستم رو، مثل حالا مثلا نمیدونم سایفون رو واق به این مدل فیلتر شکن. پس نکته اولیه مهم، اگه شما نمیتونی با IP خودت سایتی رو ببینی، این نرم افزار هم نمیتونه. نرم افزار تحت ویندوزه، تحت وب نیست که از سرور خودش بره ببینه، از طریق IP شما، از طریق لوکیشن شما میره اون سایت رو میبینه. پس این خیلی مهمه. اگر سایتایی با فیلتر شکن باز نشن، ما نیاز به فیلتر شکن خواهیم داشت. فیلتر شکن رو داشته باشیم که اون فیلتر شکن که در واقع بهمون گزارش بده. خب ببینید یه سری اینجا تب هست، سری نمودار هست، داده هست، نمیدونم قسمت API هست، فلان هست، ایشیو هست. همه رو قراره با هم دیگه توی این فصل کار بکنیم. اما گفتم ما نرم افزار نمیخوایم آموزش بدیم، روش کاری که خودمون میریم و بهتون میگیم و به مرور تمام اینها رو در طی آموزش با هم دیگه کار میکنیم. خب ببینید ابتدای نرم افزار گفته enter URL تو اسپایدر، یک آدرسی رو وارد کن که من بتونم برم و از اون برات گزارش بگیرم. ببینید یه تبایی اینجا داره، گفته سابدومین ساب فولدر all subdomain exact URL. حالا این بحث زیر دامنه و اینا هست، یعنی بره هم دامنه رو هم زیر دامنه رو ببینه. من میگم حالا فعلا رو همین شما بمون، exact URL من نمیخوام شما کار بکنید. همین سابدومین هم شامل شو میگم که سایت خودمون SEO90.ir. شما بیا و اینو بگیر. آدرس رو که من در این قسمت وارد کردم، کافی روی دکمه استارت کلیک بکنم تا ببینید شروع کنه به کرال کردن و پروسه کراله. ببینید سایت ما داره شروع میشه. سایت ما بدون فیلتر شکن دیده میشه، مشکلی در دیدنش من با IP سایت خودم نداشتم و ببینید شروع میکنه به کرال سایتمون. هر تعداد صفحات سایتتون کمتر باشه، مدت زمانی که سایت رو کرال میکنه هم دوستان کمتره. ببینید تعداد دفعات استفاده از URL در اینجا نامحدوده، اما نهایتا گفتم ما روی 500 تا URL میتونیم سایت رو ببینیم. اما دوستان من اینجا لازم این نکته بهتون بگم، من نرم افزار رو فعلا ببینید پاوزش میکنم، نمیخوام دیگه برام بیاد و کرال بکنه. نکته مهم اینجاست، ببینید ما اگه بخوایم گزارشات بهینه از این نرم افزار بگیریم، حالا مثلا روی محدودیت 500 تا آدرس میتونیم کاری بکنیم که این نرم افزار برای مثال نره فایل های CSS رو یا مثلا تصاویر رو برامون در بیاره. خب در بیاره. ما میتونیم کاری بکنیم که اول اولویت رو بذاره مثلا روی فقط URL های HTML. ببینید وقتی شما وارد یه سایتی میشید، من مثلا وارد این سایت میشم، میرم در داخل سورسش. خب ببینید ما یه سری آدرس داریم. آدرس های ما دوستان صرفا اونایی نیستن که در داخل تگ A اومدن لینک شدن، یا صرفا آدرس این عکس ها نیستن که این شکلی آپلود شدن. ببینید خود فایل های CSS خودشون از نوع لینکن، یعنی اینا ببینید یه آدرسی در داخل شما برید در داخلش، ببینید این خودشون داخلش کد داره. پس فایل های CSS، فایل های جاوا اسکریپتی، تصاویر، PDF، کل فایلایی که در داخل قسمتی از هاست ما ذخیره شدن، هر کدوم یه URL محسوب میشن. ببینید HTML، جاوا اسکریپت ها همون فایل های کتابخونه های مثلا jQuery، فایل جاوا اسکریپتی، کتابخونه های CSS، تصاویر، ویدیو هامون، فونت هامون. اینجا ببینید ما فونت داریم که این قسمت، ببینید ما فایل فونت داریم. حالا اینجا نه این فونت آسه مبدا فایل CSS شه. فونت های ما خب دارن تو پروژهمون لود میشن، درسته؟ فایل های شاید PDF داشته باشیم. ببینید حالا اینا رو ما اگه بخوایم بذاریم بعداً بررسی کنیم، میتونیم بیام تیکای این قسمت ها رو برداریم، بگیم آقا بیا و برای ما فقط HTML ها رو ببین، یعنی آدرس صفحات رو ببین، یعنی مثلا صفحه فروشگاه، صفحه سبد خرید، صفحه تمام، اینا میشن HTML. برای اینکه این کارو بکنیم شما باید بیاید در منوی کانفیگوریشن، یعنی میخوام در واقع کانفیگ بکنم قسمت در واقع نرم افزار، بگم چیا رو بیا برای ما کرالش بکن. خب ببینید دوستان
شما میایید در داخل کانفیگوریشن بخش کرال کانفیگ. اینجا در داخل قسمت کرال یه سری موارد بهتون میده. میگه شما میتونید تصاویر کرال بکنید، میشه تیکش رو بردارم کرال نکنه، CSS رو بردارم کرال نکنه، جاوا اسکریپت رو بردارم کرالش نکنه، SWF ها رو بردارم برام کرالش نکنه، و اینجا مثلا بگم اینترنال لینک ها رو مثلا برای مثال ببین، اکسترنال ها رو ببین، یا برای کانونیکال ها رو برام ببین، یا حالا مثلا آی فریم ها رو برام کرالش بکن. اینا رو میتونم خودم کاستوم بکنم. ولی چون فعلا من نرم افزار رو کرکش نکردم، خب به این قسمت دسترسی ندارم. ببینید خیلی موارد زیاده ها، میتونیم اینکلود بکنیم، اکسکلود بکنیم، مثلا چیا رو مثلا برامون ببین، چیا رو برامون نبین، یا برای مثلا robot.txt رو بیایم اینجا باش در واقع کار بکنیم. اینا دوستان ببینید برامون مهمه. پس ما اگر بخوایم بیایم در واقع اینها رو محدود بکنیم، گزارش تمیزتری بگیریم، گزارش اولیه خوبی بگیریم که اولویت‌ها رو اول حل بکنیم، باید بیایم و در واقع نرم افزار رو حتما کرک بکنیم که بتونیم از منوی کانفیگریشن و کرال کانفیگ، حالا تو اسپایدر هم یه بخش کرال داره که باز ببینید برمیگرده به همینجا، دوتاش هم به این مسئله ختم میشه. بیایم یه سری تنظیمات رو مشخص بکنیم که بتونه سایت رو هم سریعتر کرال بکنه، هم صفحات در واقع مهمتری رو بهمون نشون بده. دیدن فایل های CSS و جاوا اسکریپت یا حالا تصاویر برای ما در اولویت فعلا نیستن. بعدا میتونیم از تصاویرمون گزارش بگیریم. شاید ریسپانس کد هایی که بهمون میده 200 نباشن. 200 یعنی این تصویر، ببینید الان این تصویره توی سایت شما هست. اگر برای مثال 404 بده یعنی این تصویر شما نیست، این تصویر شما not found. این URLی که مثلا داخل این صفحه هست، خب این تصویره که داخل این صفحه استفاده شده این الان وجود نداره و شما صفحه 404 داری میبینی روی این تصویره. اینو باید حلش بکنی. اما برای اینکه این قسمت از ویدیومون یه مقدار با هم دیگه خوب پیش ببریم، میخوام تو همین گزارشی که با هم دیگه گرفتیم، توی همین مثلا 38% کرالی که برامون کرده، بیایم یه سری موارد با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلا ببینیم این نرم افزار چیه، اینا چیان که بهمون دادن، قسمت‌های بعدی مقدار راحت‌تر بشه. خب ببینید دوستان، اینجا در واقع قسمت ریپورت و گزارشمونه که توی 38% بهمون اینقدر گزارش داده. اسکرول عمودی این قسمت خب دونه به دونه هر کدومش یک آدرس رو نشون میده. آدرس ممکنه مربوط به صفحه HTML باشه، در واقع صفحه وب باشه دیگه، آدرس باشه، مربوط به فایل CSS باشه، مربوط به عکس باشه. بستگی داره ما چه پارامترهای ازشون گزارش گرفته باشیم که اینجا رو برامون بیاره. خب این از این. پس اینجا نوشته آدرس. خب روی که ردیفمونه کانتنت تایپ، ببینید خیلی مهمه. نوع محتوایی که توی این آدرسه چیه؟ اینا گفته چی ان؟ UTF-8 HTML ان، یعنی اینا هر کدوم یه دونه صفحه HTML ان. اگه مثلا اینجا مینوشت برای مثلا CSS، خب ما میدونیم که این فایلمون یه فایل CSS، حالا پسوندش رو میبینیم که نوشته .css، اما خب اینجا هم کانتنت هایی رو برامون مشخص کرد. دوستان کد بعدیمون چیه؟ کد بعدیمون استاتوس کده. اگر این نرم افزار بتونه یک آدرسی رو به درستی ببینه و در واقع آدرس رو بتونه باز بکنه، طوری که حالا ما میریم اون صفحه رو میبینیم و برامون اوکی باز میشه، کد 200 ریسپانس کد 200 رو بهمون میده. اگر صفحه رو نتونیم ببینیم کد 404 بهمون میده و از این قسمت میتونیم بفهمیم که الان این آدرس نات فاونده و باید بریم حالا کاری که لازمه رو روش بکنیم دیگه. این موضوع خیلی مهمیه. 301 مربوط به همون ریدایرکتامونه، یعنی ما کدوم صفحه رو اومدیم و ریدایرکتش کردیم. ببینید نکته دوستان خیلی مهمیه. یعنی میگه که آدرس شما حالا این هستش، کاتگوری برای مثال چیه؟ فرانت انده. حالا انکودینگ آدرس هم که باز همون اینا رو بهتون کامل توضیح خواهم داد. کدش رو اینجا بهمون داده، گفته که ایندکسیبیلیتی استاتوسش ریدایرکته. حالا اینجا می‌نویسه ایندکسیبل، نان ایندکسیبل، یعنی ایندکسیبل نیست این صفحه. خب و این از نوع ریدایرکت، ایندکس نمیشه و ریدایرکت شده، 301 شده و موو پرمننتلی شده به یک آدرس دیگری. حالا به کجا ریدایرکت شده؟ به این قسمت فرانت اند کورس.
یعنی من اگر بیام اینو کپی بگیرم، دوستان ما خیلی وقت می‌رم باید دستی بررسی کنیم. تو قسمت بعدی بهتون میگم. اگه من فرانت اند رو بزنم باید بره فرانت اند کورس. ببینید رفتی فرانت اند کورس، پس نرم افزار داره کارشو خیلی درست انجام میده. این گزارشات جواهر هستن، واقعا یک گنج گرانبهایی نرم افزار اسکرامینگ فراگ که میتونیم باش تکنیکالمون خیلی حل بکنیم. خب من الان میدونم دیگه، خودم اینو ریدایرکتش کردم و اوکی هستش برام. پس اینم قسمت استاتوس کدمونه. خب استاتوس چیه؟ میگه آقا این اوکی، URL کد 200 میده و اوکیه. اینجا گفته موو پرمننتلی، یعنی 301 بوده و این موو شده، یعنی این صفحه موو شده. خود این آدرس ایندکسبل نیست دیگه، چون صفحه اصلا کلا وجود نداره، دایرکت شده روی فرانت اند کورس. درسته؟ پس اینم کد بعدیمون بود. ایندکسبیلیتی خیلی مهمه. صفحاتی رو که ما میریم نو ایندکسشون میکنیم، خب یا حالا 301 میشن، نان ایندکسبل نشون داده میشن. شاید خودمون ببینید بریم بعد صفحه رو نو ایندکسش بکنیم. مثلا چیه؟ ببینید ما اینجا چی داریم؟ یه دونه اینور از این قسمت. خب ما اینجا ببینید فرانت اند پس داریم، مسیر در واقع فرانت اندمون. گفته کد 200 اوکی، نان ایندکسبله، ما اینو از ایندکس خارجش کردیم. درسته؟ و یه کانونیکالی هم توی این قسمت داره. من میام روی این آدرسمون، روی مثلا فرانت اند پسمون. خب گفته که کد 200 ما اینو نداشتیم ایندکس بشه. و حالا ببینید پایین هم گفته که کانونیکال لینک المنت یک وبسایت دیزاین ترینینگ. اینا رو بهتون کامل توضیح میدم که این الان چه ربطی به این آدرس داره. حالا پایین یه سری دیتا دیگه بهمون داده که بهتون اینا رو به مرور توضیح میدم. من آدرس رو از این قسمت برمیدارم، میام اینجا آدرسمون رو در این قسمت قرار میدم. خب فرانت اند پس، همون مسیر فرانت اندمون دیگه، نقشه راه فرانت. میرم داخل ویو پیج سورسمون. خب ببینید اینجا کانتنت من ایندکسه و نوعش هم فالوه. یعنی من اگه کنترل اف بزنم، من اینجا ببینم نو ایندکسی دارم یا نه. خب گفته که is indexable true indexable is robots. نه ببینید من اینجا بالا تگ روبوتس هم چیه؟ ایندکس و فالوه. ببینید صفحه من داره ایندکس میشه. یعنی من اینجا این که بهم داده بود نان ایندکسبله، من صفحه‌ام ایندکسه. حالا اینو باید روش کار بکنیم. چرا این میگه نان ایندکسبله؟ این خیلی مهمه. خب ببینید تایتل ها رو برامون آورده. تایتل این صفحات چیه؟ ببینید H1 ها نیستن ها، تایتل ها هستن. تایتلی که ببینید بالا بهمون نشون میده. اینجا این تایتل نقشه راه فرانت، آموزش های فرانت اند را، حالا یه سری چگونه تدریبی بخوانیم. اگه بیایم اینجا دقیقاً اینها رو برامون آورده. H1 صفحه یه موضوع دیگه است. اینا رو مفصل بهتون توضیح میدم. H1 رو با تایتل یه مقدار تفاوت بهشون بدید. دوستان خیلی مهمه اینا. خب گفته تایتل لنس. ما گفتیم آقا H1 تون دیگه حداکثر 70 تا کاراکتر باشه. 68 این مثلا 80 یه مقدار بیشتر. خب حالا تکستین پیکسل ویدو فعلا باش کار نداریم. حالا فلش اینا رو سورت میکنه. متا دسکریپشن ها رو بهمون نشون داده. این صفحه و صفحه مقالات برای مثل متا دسکریپشن نداره، باید بنویسیم براش. صفحه دوره های آموزشی دسکریپشن نداره، ببینید باید بنویسیم براش. چقدر گزارشات واقعا قشنگی میده بهمون. طول متامون رو داده، گفتیم حد اکثر 150 160 تا باشه. ما تقریبا رعایت کردیم اینها رو. این صفحه کلا صفر پس نداره. یه مقدار میام جلوتر. خب متا کیورد ها که اصلا کلا دیگه تگش ساپورت نمیشه، پس لازم نیست این رو قرار بدیم. H1 ها رو بهمون داده. H1 این صفحه برای مثال نیست. این صفحه H1 نداره. دوستان باید قرار بدیم. اینا رو باید ما بذاریم. ببینید تعدادشون خیلی کمه برای ماها، ولی خب دیگه باید اینها رو بیایم بذاریم. ببینید الان مثلا اگه صفحه باشه که H1 هاشون یکی باشه، خودش یه مشکل. اینو باید حلش بکنیم. حالا با کدومش سری فیلترها داره که بهتون خواهم گفت. خب ببینید H1 لنس اینجا آورده. H2 ها رو باید داشته باشیم برای صفحاتمون. اینجا برای مثلا تو فستیوال یادم H2 نداریم. حتما باید براش بذاریم. تو کانتنت صفحه ما نداریم. خب H2 لنس رو برامون قرار داده. H2 دوم اگر داریم، ببینید خیلی مهمه توی دورهای سه همش رو دوستان بهتون گفتم. H2 اول، H2 دوم، طولش ببینید متا روبوتس، ایندکس، فالو، میبینید اینجا بهمون یه گزارش میده.
باز میتونید ببینید دوستان اسکرول خیلی زیاده ها. بیایم این طرفتر ببینید، میام جلوتر، کانونیکال هاش به کدوم صفحه است میبینید، صفحات قبلی و بعدی داره یا نه، ریل های نکست و پرو داره یا نه، میبینید خیلی مهمه. حالا این طرف ترکیب میام یه خورده اینا در واقع دیتاهای تخصصی میشن. ورد کانت خیلی مهمه. توی این صفحه چند تا کلمه داریم. ببینید کلمه صرفا دوستان محتوای داخل متن نیست. متنایی که تو هدرن، تو منو، تو سایت بارن، همشون جزو کانتنت های این صفحه. ولی خب ما در نظر میگیم که مثلا 85% 90% این کانتنت مربوط به محتوای خود صفحه است. خب این از این. میام جلوتر average word per sentence. حالا این خیلی مهم نیست برامون، اون تراکم در واقع کلمات رو نشون بده توی یک بخشی. کرال دپس خیلی مهمه. عمق کراله، یعنی وقتی که میخواد این صفحه رو ببینه از چند تا صفحه باید رد بشه بیاد اینو ببینه. کرال دپس خیلی مهمه. ما نمودارش رو هم داریم، گفته 5 نهایتا 6 باشه. ببینید کرال دپس اگه ما اینجا بیایم به سورتش بکنیم، ببینید به صورت نزولی نهایت کرال دپس ما دوستان 2، یعنی بعد از یه یو آر ال که وارد دومی شد میخواد که بره تو سومی صفحه رو دیده. فوق العاده است این کرال دپس. فولدر دپس هم به همین ترتیب چند تا فولدر رد میشه که به این صفحه برسه. این مربوط به ریشه سایتمونه. این لینک ها ببینید صفحاتی که در واقع از این صفحه لینک هستن، لینک های در واقع اینترنال لینک ها هستن. این لینک ها داخلی این صفحه. یونیک لینک ها چند تا لینک تکراری نیستن. شاید شما هدرتون هم توی صفحه خانه‌تون هم توی هدر لینک هم توی مسیر راهنمایی میشه 2 تا لینک. این میگه یونیکه، 4 تا لینک داره که تکراری نیستن، یعنی دوبار تکرار نشدن. این خیلی مهمه دوستان، نکته خیلی مهمیه. خب آوت لینک ها چند تا لینک از این صفحه بیرون رفتن. ببینید این میگه چند تا لینک به این صفحه اومده از مقالات دیگه، از جاهای دیگه. خب 9 تا لینک اومده به این صفحه، چند تا لینک از این صفحه بیرون رفته، 66 تا که قسمت عمدهش مربوط به منوها مونه مسلما. خب یونیک ها مینه، باز بحث همون تکراریه که چند تا لینک یونیک از این صفحه رفته بیرون. این خیلی مهمه. خب ببینید بقیه‌شون این 8 مربوط به محتوای صفحه است که چون خیلی سریع ببینید صفحات رو میبینه، به این دلیله که محتوا رو هش میکنه با الگوریتم MD5 به برنامه‌نویسی میاد هش میکنه. به همین دلیل میتونه خیلی راحت صفحاتی که مشابه هم هستن رو دوستان بره و پیدا کنه و بیاره. این موضوع خیلی خیلی مهمیه. ریسپانس تایم، زمانی که طول کشیده صفحه بهمون پاسخ بده و بتونیم صفحه رو ببینیم. ببینید زیر 1.5 ثانیه فوق العاده است. جزو الگوریتم‌های خود لایت هاوس گوگل و جی تی متریکسه. به کدوم آدرس ریدایرکت شده که اینجا ببینید یه سری ها رو ما داریم که این آدرس به کجا رفته، اینا رو هم ما داریم بکش همون فرانت اندمونه. و ببینید بعد از اون ریدایرکت تایپ رو داریم، لنگویج FA، HTTP ورژن هم که روی 1 و 1. پس ببینید گزارش خیلی خوب بیرون میده. میتونیم دوستان این قسمت رو که هی اسکرول کردیم از این بالا هم ببینیم. ببینید وقتی من روش کلیک میکنم چه اتفاقی میفته، اینها رو برام میاره جلوتر. ببینید فقط دیگه روی آیتم H1 دارم میبینم H1 داره یا نداره، طولش چقدر، ایندکسیبل یا نه، و ایندکسیبل استاتوس نو ایندکسه. برای مثال تو کجا؟ توی صفحه پرداختمون. صفحه پرداخت صفحه نیست که بخوام ایندکس شه، واسه خوب این کارم درست بوده اینجا. یا برای مثال میرم روی متا دیسکریپشن، ببینید برام فقط این قسمت ها رو میاره. خب اینترنال لینک ها رو میخوام ببینم، اکسترنال ها رو میخوام ببینم، چند تا در واقع لینک خارجی دارم. ببینید یه دونه به صفحه تلگرام دارم، یه دونه نماد اعتماد دارم، اینستاگرام دارم، لوگوی ساماندهی، واتساپ و یه دونه پیج اسپید وب دات دیو رو من لینکش کردم. داخل کجا؟ داخل برای مثال یکی از URL هام. ریسپانس کدای میتونه بهتون بده، این شکلی فیلتر بکنه. اگر خواستید آیتمایی که اینورتر هستن رو ببینید کافی روی فلش کلیک بکنید و از این قسمتایی که من مثلا روی موبایل میخوام گزارش بگیرم، ببینید اینجا بهتون گزارش موبایل رو میده. این فلش هم پس برای این هستش. خب یه مختصری از نرم افزار بهتون گفتم. این پایینم یه خورده تب داریم که بهتون خواهم گفت اینها رو. برای مثلا یه آدرس رو انتخاب میکنیم، اینترنال لینکاش اینجا بهمون نشون داده میشه، آوت لینکا، لینکاش که از این صفحه در واقع رفتن به صفحات دیگه سایتمون. ببینید دوستان اینترنال لینک و
آوت لینک و با قسمت اکسترنال لینک ها اینجا اشتباه نگیرید. اکسترنال یعنی لینک هایی که به سایت دیگه از سایت ما رفتن. آوت لینک یعنی لینک هایی که تو سایت خود ما از این صفحه به صفحه دیگه داده شدن. اینم میره لینک هایی که از صفحات دیگه به این صفحه اومدن. مبحث خیلی ساده ای. خب این قسمت نمیخوام زیاد طولانی بشه، تا همین قسمت شما نرم افزار رو نصب کنید دیگه. حالا گزارش از سایت خودتون بگیرید، نگاه به این قسمت ها بندازید، آشنا بشید با محیط نرم افزار. قسمت بعدی من حتما نرم افزار رو کرک میکنم که بتونیم از این بخش استفاده بکنیم. کرکش رو هم اگر بخواید توی یه فایلی براتون میذارم، شاید بعداً کار نکنه، شاید هم بکنه، خبر ندارم، ولی سعی میکنم حتما کرک بکنم. به این درجه ما نیاز داریم به قسمت کانفیگوریشن که بتونیم این قسمت ها رو درست بکنیم و کل URL های سایتمون رو بره برامون کرال بکنیم. خب دوستان تا قسمت بعدی دورمون خسته نباشید و موفق باشید.